سلام، به چنل سوزنر خوش اومدید. امروز میخوایم با شلال روی این گیوه ها طرح بزنیم. اول میایم وسط کار رو در نظر میگیریم، یه خط صاف میکشیم و دو طرفش رو هم هر کدوم 2 تا خط. میشه 5 ردیف. 5 ردیف رو شلال میزنیم. ردیف اول، سوم و پنجم شلال های یک رنگ و موازی هم و ردیف دوم و چهارم هم شلال های یک رنگ و موازی هم. بعد از اینکه کار زدن شلال ها تموم شد، یک رنگ نخ دیگه انتخاب میکنیم. از کنار شلال اول ردیف اول در میاریم و از زیر شلال رد میکنیم. میریم ردیف دوم، نخ رو از زیر شلال اول ردیف دوم رد میکنیم و همینطور به ترتیب از زیر شلال اول تمام ردیف ها نخ رو رد میکنیم و بعد برمیگردیم و تا انتها به همین شکل نخ رو از زیر شلال هامون رد میکنیم، به طوری که همطور که توی تصویر هم میبینید از زیر تمام شلال هامون نخ 2 بار رد شده، به جز شلال های اولی و شلال های آخری. بعد از اون 2 تا خط میکشیم در کنار کار، اونها رو هم شلال میزنیم، شلال های متناوب اما با یک رنگ نخ. بعد از اینکه کار زدن شلال ها تموم شد، ما نخ رو بین 2 ردیف کارمون در میاریم، به روی کار میاریم و از زیر شلال اول ردیف اول رد میکنیم. بعد برمیگردیم از زیر کار، همینجور که مشاهده میکنید از زیر کار سوزن و نخ رو از زیر کار میرسونیم به شلال اول ردیف دوم و از زیر شلال اول ردیف دوم هم نخ رو رد میکنیم. نخ رو کامل میکشیم، بعد برمیگردیم نخ رو دوباره از زیر کار رد میکنیم، میرسونیم به شلال دوم ردیف اول. نکته این کار اینه که وقتی که میخوایم نخ‌ها رو رد کنیم از زیر کار رد میشه، از زیر اون نخ‌هایی که قبلا رد کردیم بین 2 ردیف ایجاد شده رد میشه که یک پیچی به کار میده. و در نهایت شکل کار به این صورت در میاد. امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت برده باشید و ازش ایده گرفته باشید. اگر کار رو دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، چنل ما رو سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. ممنون از همراهیتون. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون باشه.